سلام و درود دوستان. امروز برای ما یه سشوار آوردن، سشوار جانسون. مشکلش طبق چیزایی که مشتری گفته اینه که موتور بعد چند دقیقه کار، خیلی مثلا 1-2 دقیقه کار خاموش میشه. خب تو دیدگاه اول ما میگیم که آقا ترموستاته، داغ میکنه و موتور رو قطع میکنه. اما چرا؟ خب ترموستات بی خود و بی جهت این کارو نمیکنه. ترموستات یه قطع مکانیکیه اصولا در اکثر مواقع که توی اینم مکانیکیه. ترموستات ما مشکلی نداره، مشکل ما موتوره. چرا مشکل موتوره؟ اگه دقت بکنید موها رو میبینید. حالا اولش که من باز کردم مو خیلی بیشتر بود، موها رو برداشتم ولی هنوز داخل هست. خب تاکید کنید این یه سشوار موتور سبک، حالا جلوتر بهش میرسیم. این موها وقتی دور شفت موتور و پروانه جمع میشه برای موتور چرخیدن سخت‌تر میشه. این سخت‌تر شدن، این استحکاک موها به این صورته که ایجاد گرمای شدید میکنه. خب ترموستات ما هم گرمای شدید رو قطع میکنه. مشکل ما فقط این موهاست. دوست من موقع ادیت متوجه شدم اینجا رو اشتباه توضیح دادم. در اصل المنت اونقدر داغ میشه که ترموستات رو قطع میکنه. علت داغ شدن زیاد المنت هم اینه که موتور به اندازه کافی جریان هوا ایجاد نمیکنه که المنت روی دمایی که باید و شاید بمونه و حد گرما میره از درجه ترموستات بالاتر و ترموستات قطع میکنه. علتش هم موهای دور شفته که جلوتر به ویدیو بهش میرسیم. پس ما شروع میکنیم. ما میکنیم المنت سالمه، خب داغ میکنه دیگه، چون الان منم روشن کردم تست کردم. چون که میبینید پل دیودا اینجا میبینید برای تبدیل AC به DC. خب ما برای اینکه بتونیم به موتور دسترسی پیدا بکنیم باید از شر اینا خلاص بشید. یا میتونید دو کار میتونید بکنید در اصل. میتونید دونه دونه اینا رو قلاشو بردارید و جدا بکنید، به کار اوکی، یه مشکلی نداره از نظر من. یا میتونید یه سیمچین یا کفچین بردارید بزنید. حتما دوستان علامت بزنید اگه یادتون نمیمونه، به این صورت که یه تیکه از موتور، خود سیم دیود و خود این یه طرف که با بقیه اوکی باشه، بقیه طرف هم سر جای خودشون قرار میگیره. خب دیودا از 2 تا شاخه به المنت وصل شده. از جایی بزنید که بعدش لحیم کردنشون براتون آسون باشه، نه از سر نزنید که موقعی که دوباره اومدید موتور رو وصل کنید پدرتون در بیاد. از وسط بزنید به این صورت. یه دونه دیگه هم این وره، اینم از وسط بزنید. خب بریدش بعد به این صورت در بیاد دیگه. ما با این ور کاری نداریم، مشکل اصلا اینجا نیست. یه توضیحاتی درباره بدنه دارم بهتون بگم، ولی الان اصل کار ما مشکل اینجاست. موتور خیلی بعضی وقتا سخت در میاد، بعضی وقتا هم راحت بکشیش در میاد، ولی در هر صورت شما پروانه رو وا بکنید. پروانه وا کردن سخت ترین قسمت کار ماه، چون پروانه قشنگ چف میشه اینجا. این هنوزم موها راحت داره در میاد. من یه تلاشایی بکنم که پروانه رو در بیارم، همیشه به راحتی در نمیاد. اکثر موقع اولین تلاش اینه که اینجوری، همین صورت با انبر دست و در میاد. بعضی وقتا بچه‌ها ببین با این انبر دستم در نمیاد. خب الان راحت در اومد. بعضی وقتا حالا من خودم چیکار میکنم، خاربازکن‌ها اینجوری از بغل میندازم زیر، هول میدم بالا. خیلی هم مراقب باشید که به این قاب این دور آسیب نزنید، چون نشتی مکش ایجاد میکنید. این قاب نشکنه، قضیه مثل جارو برقی میمونه. خیلی حواستون به قاب و بدنه باشه. 2 تا پیچ اینجا، اینا رو وا میکنید. دوستان موها هم که دارید ملاحظه میکنید قشنگ دیگه، دقیقاً علتش همین موها بود، ندیده بهتون گفتم. پیچا رو وا میکنیم و حتما هم یادتون باشه دوستان
موتور رو که در میارید، خب به هر علتی موتور هر دستگاهی که در آوردید همیشه یادتون باشه یه ذره روغن دو سر شفت بزنید. کار خودتون تمیزتره. دستگاه چند سال موتورش روغن نخورد. میتونید از اسپری WD-40 استفاده کنید یا روغن چرخیاتی، یا اگه موتور رو دیگه وا کردید کاملا رفتید داخل که میتونید از گریس استفاده کنید. خب موتور رو الان ما آزاد کردیم. تو نگاه کن، میکشید میاد بیرون راحت. این علت داغ شدن و قطع شدن ترموستاته که قشنگ یه واشر برای ما درست کرده. اینو میندازیم دور. حالا اسپری WD-40 من میزنم، شما میتونید چه چیزای دیگه هم که گفتم استفاده کنید. کم کثیف کاری نکنید. در یه پیس خیلی کوتاه، همینقدری که من زدم، بیشتر کثیف کاری میشه، میره داخل موتور. قابو دوباره میارید، موتور رو میندازید سر جاش. ببینید علامت هم زدم. خب دقیقاً همونجوری که باشه راحت ترید. چرا؟ حالا این خیلی مشکلی نداره، ولی این یه تیکه هایی که میبینید تو خیلی از سشوها رو شما رو اذیت میکنه موقع بستن کار. همه چیزو دقیقاً همونجوری ببندید، چون سشوار وسیله‌ای که داخلش خیلی جای تنگی داره، همه چی انگار به زور به هم چپوندن. دقیقاً همونجوری که باید همونجوری ببندید، خیلی کارتون راحت تره. حالا یه نکته باحالی هم بگم، این چون پروانه خیلی سخت جا میره، یه ذره روغن توش میزنید، خیلی راحت تر از قبل جا میره. ولی من داشت خودمم یادم میرفت پیچ‌های موتور رو اول ببندید. پروانه رو همینجوری جا میزنید. تستش هم میکنید که صفر نچرخه، همینجوری که الان داره میچرخه. ببین محکم که اگه بتونم همینقدر خوبه. روون‌تر هم بود که چه بهتر، ولی خیلی صفر نباشه. این که میگم خیلی صفر نباشه بیشتر رو موتور سنگین منظورم ها. موتور سبکا پنج چقدر پیچای این زیرم صفر بکنی زیاد درگیری خاصی نداره با صفر شدن موتور. حالا آموزش موتور سنگین هم میذارم. میبینید علامت ها دوباره دقیقاً میذارید همونجا. اینا خودشون شیار داره، دقیقاً برمیگرده سر جای خودش. خب دوستان یه نکته قبل لحیم کاری بهتون بگم، اگه هویتون مثل من خیلی بده، خب روغن لحیم یا روغن فلاکسی استفاده بکنید، کارتون خیلی راحت تره. اینجوری راحت قل میره دقیقاً همون جایی که باید بره. خب دوستان من هویتم داغ شد. توی مدت که این داشت داغ میشد یه سری نکات بزنم اومد که نگفتم. یک این که اگه دفعه اولتونه دارید به سشوار دست میزنید، ویدیو رو حتما کامل ببینید. ویدیوهای همکارای دیگر هم حتما ببینید بچه‌ها، چون شاید من یه نکته یادم رفته باشه بهتون بگم. خب یه نکته که الان یادم رفته بود بهتون بگم، این پروانه رو حواستون باشه که دارید از زیر میزنید درش بیارید، اون حالتی که گفتم من با خار باز کنم انجام میدم و بچرخونید تو زاویه‌های مختلف فشار بدید، از این ور از این ور، این خودش هم بچرخونید که یه وقت پروانه‌تون نشکنه. خب با این حال اگه شکستم مشکلی نداره، چیزی نیست که سخت پیدا بشه، ولی خب دیگه اذیتتون میکنه. روغن لحیمو میاریم، یه براش ریزی هم میاریم چون جاش یه ذره بده. در جریان رد ماژیکه رو پاک کنید دوستان، چون خود رد ماژیکه هم یه ذره قل گرفتن و اذیت میکنه. لحیم کاریش تموم شد. همچنین که میبینید جایی که بریده بودیم و قطع زدیم. کارو برمیگردیم سر جاش. چند تا نکته، این نکته که میگم شامل این سشوار نمیشه. خب
یه سری سشوارا دکمه هاشون وله، یعنی از زیر که میزنی اونور دکمه میفته بیرون. اگه دیدین خیلی وضع بده نمیتونید دستگاه رو ببندید، انقدر این دکمه ها جهتشون عوض میشه، دارید میبندید اجا میفته بیرون، چیکار میکنید؟ یه دونه از این تفنگ‌های حرارتی، چسبای حرارتی، دکمه ها رو از بغلاش، نه از جایی که با مکانیک داخل دکمه دخالت ایجاد بکنه، از بغلاش لحیم بکنید، لحیم چسب بزنید و یه ذره بذارید خوش بشه. در 5 دقیقه اینا اونقدر محکم میشه که دیگه تکون نخوره و در دستگاه رو ببندید، تکون هم دیگه نمیخوره. یه نکته دیگه ای که هم یه سری وقت مثلا شما دستگاه مشتری میگیری میبینی آقا یه سیم هم اینجا داره اجاش در میاد واسه قطع کردن المنت، این سیم هم شما لحیم میکنی. قاب دستگاه رو میاریم، قاب پشتشو 2 تا پیچ هم بیشتر نداره. این ریزه میزهای کنار اینجا رو هم حواستون باشه گم نکنید. معمولا قاب رو از پایین اول فشار میدیم. تجهیزات سر اینو اصلا به من نداده مشتری، دست خودشه. تست میکنیم و تمام. ممنون که نگاه کردید.